بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در خدمتتون هستیم با آموزش بخیه زدن. توی بخیه زدن 70% کارتون شما گرفتن صحیح پنسه. وقتی میخوای پنس رو بگیرید، انگشت اشارتون باید حتما به اهرام باشه اینجا و با دو انگشت دیگر اینجوری قشنگ این صدا بده، قفل بشه. 70% بخیه زدن به گرفتن صحیح پنس در دسته. اینجوری قشنگ دندانا صدا بده. برای بخیه زدن شما باید با پنس انتهای نیدل، 1/3 انتهای نیدل رو بگیرید و اینجوری به این حالت. اگه یک زخم حدودا 10 سانتی داری، ابتدا یکی وسط میزنید، نیم سانت وارد میشید و نیم سانت خارج. اینجا میتونید با پنس دومم نیدل رو خارج کنید، ولی ما با همین یکی نیدل رو خارج میکنیم. حدوداً 5 سانت اینجا میمونه نخ رو نگاه کنید. 1 2 3 دور پنس میپیچیم و اینجا انتهای نخ رو میگیریم و سعی میکنیم که گره گوشه یه زخم باشه، گوشه یه زخم، یا این قسمت از زخم باشه یا این قسمت. بعد گره دومی هم اولی رو از رو زدیم، دومی از زیر. 1 2 میایم دوباره انتهای نخ رو میگیریم و اینجا میزنیم. گره بعدی هم دوباره 1 2 3 بار باید این گره ها تکرار بشه که شما بتونید یه بخیه کامل رو بزنید. و در انتها شما اینجا قیچی میکنید انتهای نخو و یک بخیه الان زده شد. بخیه های بعدی یا کنید الان یکی وسط زده، یکی اینجا میزنیم و وقتی که اینجا زدیم یکی هم ما بین این دوتا میزنیم که فواصل حفظ بشه. و برای بخیه‌ای که خیلی برای زخم‌هایی که خیلی بزرگن مثل این زخم دیگه حالت سیمپل اگه بخوای بزنی گوشه زخم هنوز باز میمونه. برای همین یه تکنیکی هست توی بخیه زدن به نام فار اند نیر، یعنی دور در دور و نزدیک در نزدیک، که اینجا یکی دور میزنید و جوری میاید دور که زدید اینجا دور هم خارج میشید. این دور که کاملا لایه‌های زیرین هم در بر بگیریم. این حالت دورشه و یک حالت نزدیک. اون دورش زدیم، این نزدیک، این هم نزدیکشه. و وقتی اینو گرفتید نگاه کنید دور در دور و نزدیک در نزدیک. کاملا زخمت جمع میشه. بعد با همون روش 1 2 3 وقتی یه دونه وسط زدید الان به 2 قسمت تقسیم شده. اینها هم یکی انتها میزنید، به این حالت نیم سانت وارد میشی و نیم سانت خارج. یک مقداری از نخ اون انتها باقی میمونه. دوباره هم تکنیک 1 2 3 انتهای نخ رو میگیری، گره رو گوشی میزنی که روی لبه زخم نباشه. از رو زدیم، گره بعدی 1 2 از زیر انتهای نخ رو میگیریم و دوباره 1 2 این اینجوری.
الان فاصله بین نخ اول و دوم که وسط و انتها یکی دیگه اینجا میزنیم و انتهای اینجا رو که زدیم یکی هم دیگه اینجا میزنیم و کارمون اوکی میشه و بعد